پشتی پجراندنا انجمن اولکاریا نافدولتی لسر پروژه بریارا اگربستکی لسرانسری سوریه به ماوی سیروژی کوتی ده اندامن انجمن به پرانی دنگ بو اگربستکی دابون. ده روژا شمیه 24 مهده هات ساپاندن و تاویکو حکومت ترکیه و برپرسین چکدار نیپکه لسر و بریاره رحتی خود دانه خویا کرن. هزین ترکیه بن پیکرین دوی بریاره ده آنین و هنجه لگوند و نافچه این عفرین روشاوای کردستان پیک آنین که بوی گاوه ایریشا ترکیه و شروع پفتون ده که و روژا خویا 37 ده. لگوری جدرین خوجاهی جناوا عفرین را گهاندنه که بالا فرین ترکیه که جور کبرا ایریش تند سر گوندین تترا و ناوندا نافچه جندرسی انجام دان. ده انجام ده زیان گهشت مال و ملکین خلک سویل ین وان دوران و نبتنه ارتشا ترکیه و چکدارین مرتالا فرات بریارا انجمن اولکاریا نافدولتی بن پیکرن لی چکدارین یه پکیجی او یک بن پیکرن لی گوری میدیاین سرب پارتیا کتیا دموکراتیک پیاده بلاف کرنه کو چکدارین یه پکی به اپراسیونان لی دردورا باجار عزازی رابون و بتایبت لی گوند معرین هر وها لی گوند جلمه ایریشک لی سر ارتشا ترکیه هات انجام دان. لی گوری او دبیجن که چند جه چکدارین مرتالا فراته ارتشا ترکیه هاته کشتن. سوینین خلک عفرینه و به تایبه دربدرین گوندین سینوری هیوی و امیدا خواست سر بریارا انجمن نافدولتی دانی بون. کل گوری و بریاره شر و پفچون و ایریشن ترکیه و ورنه راوستاندن و خلک جارک دن و گرن مالین خواه لی بهستنا دنگن بالا فرا و توپان لی جندرسه و آلی عزازه او هیوی هاته ومراندن تمراندن.